من کتلتامو سوخاری درست میکنم. یه ذره سرما خوردم، صدام گرفته. وقتی که شکلش میدم با دست، این پودر سوخاری که خودم درست کردم، نون همبرگر یا نون باگتی که اضافه میاد و خشک میکنید و پودر میکنین و اینجوری. ببین چه صدایی میده. بعد سرخشون میکنم و اینجوری خیلی خوش‌طعم تر از کتلت معمولیه و خیلی کریسپی تر و باحال تر. مایع کتلت من گوشت، سیب زمینی، پیاز، مقداری هویج و از همین پودر سوخاری و یه دونه تخم مرغ بیشتر نمیزنم. ادویه پودر سیر و زردچوبه و ادویه کاری و فلفل سیاه. نمکم نباید خیلی بزنین، یه مقدار بزنین که بیمزه نباشه. خیلی هم نباید سرخ بشه که آبدار باشه داخلش، بیرونش اینجوری خرچ خرچی باشه و داخلش آبدار. من که این کتلت رو برنج باش درست نکردم، میخوام که ساندویچی سروش کنم. گوجه میخوام کنارش سرخ بکنم. برای گوجه رو پوست کردم و ریز خوردش کردم. چیزی که من اضافه میکنم به گوجم اندازه 2 قاشق روغنه، نمک خیلی کم. من نمیدونم شما چه نمکی استفاده میکنید. من نمک دلفین، نمک دریایی دلفین استفاده میکنم و خیلی شور میکنه غذاهام رو و خیلی کم استفاده میکنم. این گوجه آب میندازه، زیرش هم باید کم باشه. گوجه آب میندازه و بعد از اینکه آب انداخت سرخ میشه. اینم از کتلتامون که در حال سرخ شد. گفتم حالا که این همه داریم آموزش میدیم یا آموزش هم برای قالب زدن کتلت بدیم. دست ها خیس باید باشه، اندازه یه در واقع انقدر برمیداریم و این رو به این صورت چیزش میکنیم، درازش میکنیم. کف دستمون قرارش میدیم و با انگشتامون ضربه میزنیم روش. از گوشه SMS ندین لطفا. از گوشه به این شکل. بعد میگیرمش اینور. حالا اینورش رو خوشگل میکنیم، یک دستش میکنیم و حالا آرد سوخاری رو میاریم و میچپونیمش توی آرد سوخاری و بعدش هم میندازیمش توی مایتابه که قشنگ سرخ بشه.